نشر تصاویر عجیب و باور نکردنی آریانا سعید در صفحات مجازی. آریانا سعید بار دیگر چهره‌اش را تغییر داد. دلیل تغییر چهره آریانا سعید چی بوده است؟ آریانا در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی، نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، یکی از اسطوره‌های سرشناس در هنر موسیقی افغانستان، یکی از هنرمندان خاص که با صدای منحصر به فردش دل میلیون‌ها افغان را به دست آورده است. علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید در سرتاسر جهان بیشمار بوده است و هنرمند افغانی است که به سطح بین الملل آهنگ می‌سراید. کارهای هنری آریانا سعید بارها مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها و حتی فارسی زبانان جهان قرار گرفته است. مثلا کنسرت‌هایی در سرتاسر جهان برگزار می‌کند که حمایت گسترده از طرف افغان‌ها و خارجی‌ها می‌شود. آریانا سعید درآمد خوبی است، کارهای هنری‌اش داشته است و همواره برای دفاع از حقوق زنان افغان ایستاده است و به کارهای هنری‌اش می‌پردازد. آریانا سعید همیشه در تلاش است تا شکل و شمایل خودش را مانند مدلان عربی بسازد و به همین خاطر تاکنون چندین بار عملهای جراحی صورت و اندام انجام داده است. نشر تازه‌ترین تصاویر آریانا سعید از سال روز تولدش در صفحات مجازی بار دیگر این هنرمند را سر زبان‌ها ساخته است. آریانا بار دیگر چشمانش را جراحی کرده است و به زیبایی خودش افزوده است. ما هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه ذات العزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از آریانا سعید خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را والله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.